جهنم خالی است، شیاطین همین اطرافند. ما در جهانی تاریک به سر میبریم که آنها با روشنایی آتش ما را هدایت میکنند. مقصد جایی است که آنها میخواهند، روایتی که سالها در موردش حرف میزنیم، اما هیچ کس از وجود آنها بیخبر نیست. به راستی که خدای حقیقی کیست؟ آنها ما را به کجا میبرند؟ بیبی باز برقا قطعه؟ نه لوبیا، پاییز برقا قطع نمی کنن. و چرا خاموش کردی؟ من بس سنگینه، گفتم چرا خاموش کنم دیگه. ببند بابا، من بس سنگینه. تو چیکار میکنی؟ هیچی بابا، ولم کن. افراد مشهوری مثل ریحانا، امینه، مارک زاکربرگ، بیگیس، تمام سیاستمدارا عضو گروه ایلومیناتی فارماسی هستن. ببند بابا، میخوای با اینا ویو بگیری؟ مگه قرار ما این نبود که هرچی پخش شد حقیقتشو بهشون بگیم؟ یک بار برای همیشه این قضیه فرقه کسخلان ایلومیناتی و فراماسونری رو تموم میکنن. این دوتا چی هستن و فرقشون چیه؟ فراماسونری در زمان بنا شدن کلیسا نقش معماری و نقاشی داخل کلیسا و نقاشی راجع به شناخت خود انسان رو داشتن. یه گروه از روشنفکرها و پولدارا و هنرمندا خب بعدا از کلیسا فاصله گرفتن و وارد فعالیت فکری و فلسفی شدن. حتی یکیشون رو میشناسم که توی گروه اونا بوده. آقای مارکوس، میتونین کمی راجع به فرقت بگی؟ من این سنگ رو دوست ندارم. فعالیتشون رسمی و آشکاره. وبسایتشون هم براتون توی کپشن میفرستم. نه شیطان پرستی، نه کنترل جان، صرفا فقط درباره فلسفه و تفکرات فلسفی و شناخت انسان با جغ میزنن. خب حالا ایلومیناتی چیه؟ تو سال 1776 اونا یه گروه از پولدارا و روشنفکرها بود که توسط آقای آدام وایساپ در آلمان بنا شد. با کلیسا و دین و مذهب می جنگیدن. فعالیتشون درباره فلسفه، اخلاق، متافیزیک، منطق بود، ولی یک گروه مخفیانه بودن. بعضیا میگن شاید یهودی بودن که با مسیحیت مشکل داشتن. بعد از آشکار شدن اسامی‌هاشون همه کشته و زندانی شدن. کلاً منحل شد. الان هم هیچ فعالیتی درباره‌شون نیست. حالا چرا اینقدر بازار داغی تو فیلم‌های سینمایی؟ به خاطر جلسات غیر رسمی فراماسون‌ها و جلسات مخفی ایلومیناتیه. این دوتا با هم فرق داره، اما با گرفتن ویو و با ایجاد یک جو دارک و منفی که دنیا رو دارن کنترل میکنن شما رو سرگرم کردن. اگرم میخوای در مورد نماداشون هم بدونی یا از اینجور داستانا خوشت میاد، کانالمو ساب کن و ویدیوی بعدی رو در موردش برای توضیح میدم. جمع کنید این کسچه رو، ذهنتون درگیر اینا نکنید، زندگی کنید و برای چیزی که اسمش هدف گذاشتید بجنگید. این کارت بانکی من کجاست؟ داشتم میرفتم سوپرمارکت کارت جا گذاشتم. تیتر پایانی حرف نزن دیگه. ببند بابا.